ماشین برقی شاهرسول جوراєв ساعتها در نزد نقطه برقگیری آرش انتظار می ایستد تا برق آید و بطریه های ماشینش را نیرو بگیرد. او تنها نیست و ده ها راننده دیگر نیز همین احوال را داشتند. دین آمدن پول محکم من چیز دادن کار نکرد دمشنی من گرفتن دمشنش واردگی نبود در خوبیه همسایه مونده نه سرانو بسیار نمیتیاد این دمشنی کم میتیاد این تیز میتیاد نیم ساعت این ما دمشنش قریب 8 ساعت 7 ساعت بعد زرد میتیاد بعد پرمیشت که مسافر وقت ندارند برای یک جدت کردن. نقطه بنزین فروشی آرش اولی ماه ایول بعد مراجعت زیاد رانندگان برای ماشین های برقی هم وسیله نیروگیری نصب کرد. مسئولانش میگویند روزانه تا 100 ماشین برقی از آن استفاده میکرد. همین هفته انتقال برق به این نقطه ضروری را قطع کردند. اونها میگن که شرطنامه نداره تو من شرطنامه ما هست ما 240 تا 240 کیلووات اجازهنامه داریم اجازهنامه گرفتیم ما 15 20 روز کار کردیم یگان گپ نشد یگان گپ هم نزدن شرطنامه نیست گفته کار کردیم حاضی باشد سویت خاموش کردن درست شد سویت نداریم. این وضع را نقطه سوزشواری روسنفت هم داشته است ولی شرکت برق تاجیک موقتا به آنها اجازه کار دادند. با وجود این نوبت در اینجا هم زیاد است. مقامات سبب قطع نیروی برق را چنین شرح می‌دهند. طلب کردن سند پایداری کردن باید حتما شرطنامه داشته باشن که شرطنامه نداره. اول در منطقه پنجکیم بود بعد جمعیت شبکه‌های تقسیم شدن بعد مدت همچنین شرطنامه نداره. مالکان نقطه های فروش قوه برق میگویند که این شرح مسئول شرکت برق تاجیک اساس ندارد. رانندگان امیدوارند که مشکل هرچه زودتر حل شود. خواهش ما که سرتی نمیبینم بعضی مسافرها گردن کار کنن به جایی که خواهند با منزلشون رسن تاکسی ها همینجا میبینن ولی نیم ساعت دیگه است هنچی اوچرت میشد همینجا یک گل ماشین تاکسی از دوشنبه میبینه جون نیست زریعت مونه میگردن همینجا ورا. ماشین های برقی در تاجیکستان سال به سال زیاد می شود و حالا سالانه هزاران نوع از این ماشین ها را از چین وارد می کنند. به گفته متخصصان ساحه چنین ماشین ها در راه های تاجیکستان تاباور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه را طی کنند هنگام بازگشت ممکن است به مشکل دچار شوند. قوه نقلیات برقی در راه های کوهی زیادتر صرف می شود. برای همین در گوشه و کنار تاجیکستان نقطه های برقی برای ماشین های برقی نصب شده است. نقطه هایی که حالا ظاهراً احوال خوبی ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه عینی.